بیاید تو کمتر از 1 دقیقه ببینید سرخ‌کنای بدون روغن چجوری کار میکنن. طرز استفاده سرخ‌کنای لمسی غالبا شبیه به همه، یه تفاوت‌های جزئی میتونه داشته باشه. مثلا این مدل سیلور کرست که یکی از پرفروشای بازاره، استفادهش چجوریه؟ یه صفحه لمسی اینجا داریم، 5 ثانیه اگر دکمه پاور رو بگیرید صفحه روشن میشه. یه سری برنامه‌های پخت پیش‌فرض داره، یه کنترل دستی داره برای دما و تایم که بتونید دستی تنظیمش کنید و کم و زیاد کنید. مثلا ما الان می‌خوایم گوشت قرمز رو به مدت 16 دقیقه با دمای 180 درجه که پیش‌فرضشه شروع کنیم به پخت، یا نه تایمو بکنیم 19 دقیقه، دما رو بکنیم 165 دقیقه با ولومایی که اینجا کار گذاشته شده مثبت و منفی، دما و تایم تنظیم میکنیم به صورت دستی. وقتی که اون چیزی که میخواستیم رو تنظیم کردیم فقط کافیه دکمه پاور رو یه بار دیگه بزنید تا شروع کنه برای